خب از حیات ناامید شدن گناه است یا نه؟ از حیات ناامید شدن اکن این سوال بعضی برادرها میگن که یعنی از زندگی یعنی دل خنک شدیم یا اینکه دل تنگ شدیم. هر چیز اصل باید در قسمت انسان، در تقدیرات انسان میآید باید راضی باشه. چی دارندگی، چی ناداری، چی خرسندی، چی غمگینی، انسان باید راضی. ولی یک عزیزای خدا یک جمله داره میگه یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. میگه یک انسان درد میخواد، یک انسان دوا میخواد، یک انسان دیدار میخواد، یک انسان وصال میخواد. میگه از همه اینها همون چیزی را من دوست میدارم که خدا برای من میخواد. و در حیات انسان کمبودی آمد، نارسایی آمد، باید به تقدیر و به قسمتش راضی شود. دست به خودکشی و دست به دارو خوردن و دست به دیگر گناهان، اینا گناه خیلی عظیم و بزرگ هستند. انسان باید از حیاتش یعنی